پارسال دقیقاً همین موقع من توی سیل دبی گیر کرده بودم. واقعاً آخر الزمان شده بود. تسلا، آودی، رولز رویز بود که همینجوری رو آب شناور بود. از اون طرف مردم آبر پیاده ها تا اینجا تو آب گیر کرده بودن. هیچ کس نمی‌ایستاد کمکشون بکنه. دوست من با پرواز $100 نشسته بود توی فرودگاه، با تاکسی $150 مسیر 10 دقیقه‌ای رو رفته بود. نمیخوام مقایسه بکنم، اصلا قابل مقایسه نیست. فقط میخوام حسی که اون موقع داشتم با حسی که دقیقاً 1 سال بعد الان دارم بهتون بگم. اینجا ایرانه که بعد از اینکه یه اتفاقی میفته تعمیرکارا، صافکارا، مکانیکا اعلام میکنن که ما رایگان تعمیرات رو واسه شما انجام میدیم. اینجا ایرانه که پزشکا اعلام میکنن که بعد از این اتفاق ما رایگان شما رو درمان میکنیم. اینجا ایرانه که از اصفهان، تبریز، گیلان و همه شهرها میرن سازمان اهدای خون اهدا کنن، از ازدحام در اونجا رو میکنن. اینجا ایرانه که فقط میخوام بگم اگر یک بار دیگه به دنیا بیام قطعا انتخاب میکنم که دوباره ایرانی باشم.